ҳам суҳбати мо ҳастанд Наргиз Ёдгорӣ, сармутахассиси шӯъбаи ҳуқуқи хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон. Маълима, хуш омадед. Ва нахуст суоли ман ин аст ва мо дар мавриди тағйир додани низоми маблағситонӣ аз рақамгузорӣ суҳбат мекунем ва мегуфтед ки ин дастур кай дода шуд ва аз кай ба ҳукми иҷро медарояд? از 26 فевرالی سال 2020 تحت رقم 10 فرمایش خدمات ضدانحصاری قبول کرده شد اوید به تنظیم درآوردن ترتیب نرخگذاری در ساحه علاقه. از 1 ماه سال 2020 ترتیب استاندن مبلغ رقمگذاری به واسطه از مشتری استانده نمی شود و از جانب اپراتوران علاقه برقی استانده می شود، پرداخت کرده می شود به مقامات پیشنهادی خدمت رسانی، یعنی که خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. ارزش رقمگذاری مثلا در قانون آمده است که باید همین چیز باشد، یعنی همین 80 درم در قانون هست؟ بله، در قانون جمهوری تاجیکستان ماده 31 قانون جمهوری تاجیکستان درباره علاقه برقی ستاندن مبلغ را برای رقمگذاری پیش بینی می نماید. در قانون گفته شده است که از جانب کی ستانیده شود این مبلغ؟ در قانون گفتگی نیست که کی، فقط در قانون گفتگی است که خدمت رسانی علاقه امین رقمگذاری از جانب مقامات دولتی صورت میگیرد. یعنی یک مشتری مثلا که طول 5 سال 80 درم پرداخت کرده است و او میتواند در این حالت، یعنی در مورد عوض شدن همین نرخ چی میگن تصمیم، با دادگاه مراجعت کند و از شرکت‌های موبیلی طلب کند که همین 80 درمی که 5 سال سپرده است به او بازگردانند. اکنون این مسئله کمتر حاضر نازکتر است. مسئله تو اینقدر سال ستاندن از مبلغ برای این چیزی که اپراتوران موبیلی هم این مبلغ را پورا به خدمات علاقه، یعنی که مقامات بودجویی است و شاید که گوییم به بودجه جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است. فقط اینجا همین خطایی یا مشکلی هم گویه می شود، این همون ترتیب ستاندن همون بود که تا حاضر عمل میکرد. وقتی که خدمات ضدانحصاری وکالتدار است برای موافقه کردن نرخنامه های خدمت رسانی و مثال تنظیم بازار است، همون ترتیب، یعنی که ترتیب ستاندن همین از جانب خدمات نشده است. آیا خدمات ضدی انحصاری وکالت یا حق دارد که آن همین مبلغی که 5 سال از مشتریان ستانیده شده است از سوی شرکت‌های موبیلی تفتیش کند و ببیند که تا کجا مثلا این پول به بودجه رفته است یا به جای دیگر؟ برای مبلغ‌های بودجتی هست مقامات پالات حساب وکالتدار است. این سمت که به واسطه نظارت میکند خدمت رسانی خدمات علاقه مقامات ضدانحصاری برای به بودجه وارد کردن نکردن حقوق ندارد این چیزا نظارت کنند. تشکر برای یک صحبت صمیمی. سلامت باشید.